عبدالله فیروزفر. اینا رو میگم گذشت ببین چی بهم. تو برهه‌ای از زمان فقط رفیق جیبته. تو دوره‌ای که مهیار میزنه به شایعه، فدایی میزنه به هیچ کس که رفیق جینگشه. درگیر خرافات نشو که معلوم نی تهش چی بشه. اگه تو کش و قصه مشکلاتی ناامید نباش. اونی که تو این اوضاع نجات میده خودتی داداش. پاشو نفس بکش، قناری نمیاد تو قفس بچش. به 2 نفر اعتماد کن، یکی خدا دومی خودت. یه جوری میری بالا که میده آبجی پوزت. یه روزی میکنی پا رفاقت، سادگی تو خرجش، ولی خودت نداشته باشی پول ساندویچ و قهوه. مغزت گو تولید میکنه ترس آینده، حسرت گذشته. کسی فکر نمیکنه چی گذشت بهت گسسته میشه زندگی. یه موقع‌های حال هیچی و نداری و میگی بسته. چه بده کسی نمیپرسه چطوری. خنده ها دکوری همه میدن به تو گیر. ادامه سخته میدونم به کلی، ولی میای به خودت یه هویی. اینا تو کلته که میکنی خودخوری بی خودی. چرا بیهوشی مرد؟ یه دوش آب سرد لباس میپوشی، بعد میدوی دنبال هدفات. هنوز یه روزنه نوری هست، میشنوی صدای قلبتو میشه حواس پرت. وقتی چیپس میخوری میکنی احساس تردی، ولی اگه کرفس و هویج بخوری بردی. بهونه ها تو هیچ وقت باور نکن. زندگی در جریان زمین میخوریم، میشکنیم شکست میخوریم. آخرش میفهمیم که دادیم به آب چه دست گلی. موقع تسلیم نیست، بگو موضع اصلیم چیست. همیشه آروم باش، حتی غذا خوردن به خدا میشه اگه بخوای. آسونه عذاب خوردن، بشین و تماشا کن آسمون و قبل غروب. یه شب نمیشه شد متخصص قلب و عروق. کسی نمیخوره غم تو، به جون تو بپوش لباس خوب تو. موهات شونه کن دوباره برو بیرون بوی صبح. بگو شکر خدا رو میشه چگونه برد. کسی نمیخوره غم تو، به جون تو بپوش لباس خوب تو. موهاتو شونه کن دوباره برو بیرون بوی صبح. بگو شکر خدا رو میشه چگونه برد. میدونم یه وقتایی